وزارت کارهای خارجه روسیه شام 27 اپریل سال 2024 بار نخست به طور رسمی خبرهای رسیده درباره به قلمرو روسیه راه ندادن شهروندان تاجیکستان را شرح داد و در گذرگاه‌های مرزی روسیه مدت طولانی جمع شدن شهروندان خارجی را با چاره‌های پیشگیری از تروریسم علاقمند کرده و امیدوار حسن تفاهم در این بابت شد. ماریا زخارova نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه گفت در چارچوب فعال ساختن چاره‌های جهت پیشگیری از تروریسم مقامات حفظ حقوق روسیه قطعاً در چارچوب قانونگذاری به تفتیش مشکوفانه‌تر شهروندان خارجی که به قلمرو کشور ما می‌درآیند پرداختند. به این سبب در گذرگاه‌های مرزی از جمله در برخی از فرودگاه‌ها هنگام گذشتن تفتیش شناسنامه‌ها آدمان زیاد جمع می‌شوند. جانب روسیه برای هر چه زودتر حل کردن این وضع پیش آمده چاره‌های کافی اندیشیده ایستاده است. امیدوار حسن تفاهم در این مسئله هستیم. زخارova تاکید کرد که چنین اقدام تبعیت موقتی نداشته صرف نظر از ملیت شخصانی که وارد کشور میشوند صورت میگیرند. او افزود که در عین زمان یگان تغییر و علاوه در روی خط سبب‌هایی که میتواند باعث به مرز روسیه راه ندادن شهروندان خارجی شود اضافه نشده است و خارجان در صورت داشتن همه حاجت‌های لازم به روسیه راه داده میشوند. یادآور میشویم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شام 27 اپریل سال 2024 با نشر یک توصیه تعجیلی به شهروندان این جمهوری توصیه داده است که از سفر به قلمرو روسیه توسط همه واسطه‌های نقلیات به ضرورت موقتا خودداری نمایند. در تاریخ روابط دیپلماتی تاجیکستان و روسیه این بار اول بود که دوشنبه در رابطه به شرایط شهروندانش نسبت به مسکو چنین برخورد شدید نشان می‌دهد. تفتیش‌های مشکوفانه شهروندان تاجیکستان در مرزهای روسیه به حمله خونین روز 22 مارس در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو که 145 کشته به جا گذاشت بستگی می‌دهند.